با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. علم این یک برکت است، یک نعمت است، نور است، روشنایی است و در هر جامعه که عالمان زیاد شوند، دانشمندان زیاد شوند، عالمان واقعی، دانشمندان واقعی، عالمان امانتدار، دانشمندان حقگو که آنها در علم خیانت نکنند، در دانش خیانت نکنند و امانتداران خوب باشند. زیرا خیانت در علم، خیانت در دانش، در کتاب، این یک عملی بهت زیشت، یک عملی بسیار غیر انسانی و نوجوانمردانه است. زیرا انسان عالم باید یک انسانی وارسته، یک انسانی بانند، با ناموس، شایسته، نور باشد، باید عالم زیایی باشد و حقیقت ها رو بگوید و در علم امانتداری کند. یک نکته که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در صحبتشان با اهل علم و معارف کشور گفتن واقعا خیلی نگران کننده است و این موضوع رو باید جدی بگیریم. این موضوع خیلی هم جدی است و سال اخیر که وقتی حرف از درباره دیسرنت میرفت و ما در همین برنامه کتابخونم در این موضوع رو چند بارم گفتیم، گفتگوها شد، ما فکر میکردیم 40 نفر، 50 نفر، 30 نفر شاید عالمان اثردوست داریم که اونها رو دیسرنت فوش کرده است و بسیاری هم کامنت می نوشتن، شرح می نوشتن که این یک موضوع مغرضانه است، این است، اون است و ایراد می گرفتن. ولی رهبر دولت تاکید کردند و گفتند که 150 نفر عالمان ما دست به چنین اعمال زدند، دست به چنین اعمال زشت زدند. گفتند که این یک لطمه به آبروی ملت است، یک لطمه به آبروی کشور است و حتی این ننگ است، جای آر است که ما با آن همه بزرگان و دانشمندانی که طول تاریخ داشتیم بیایم در این عصر دست به چنین اعمال بزنیم. و گفتن این موضوع خیلی واقعا موضوع نگران کننده است و باید این موضوع رو جدی گرفت، باید سر این موضوع اندیشه کرد. به اندیشه من، البته این فکری شخصی من است، اگر ما میخوایم که به این افرادی که این کارو کردند و یک جزای حد اقلی تعیین بکنیم، هم 150 نفر باید از همه نهادهای علمی، دانشگاه ها و هر نهاد و اداره و وزارتی که کار میکنن از کار رانده بشوند و دیگر به علم و کار و هیچ منصب آنها رو تعیین نکنند. و این چی میدید؟ این باعث می شود که نسلی که برای علم میخواد بیاد، نسل نوی که میخواد دانشمند شود، نامزد شود، دکتر علم شود، وقتی این گونه مناسبت رو میبیند جدی میشود، با علم جدی اهمیت میدهد و این کار میتواند یک جریقه های علمی رو، یک شعله خیلی روشن علم رو در جامعه بیدار کند و دانشمندان ما خیلی جدی شوند در مسئله علم که و همیشه این واقعیاتشون بماند که دیدید که وقتی 150 نفر دست به اثر دزدی زدن و در علم خیانت کردن و آبروی ملت را بردن، آبروی گذشتگان ما را بردن، سرانجام کارشون به چه انجامید؟ آنها را از نهادهای علمی پیش کردن، از منصب‌هایی که داشتن رانده شدن و این یک تربیه بهترین میشد. ولی اگر ما بگوییم که 150 نفر عالم ما دست به اثردزدی زده است و البته این عملی زشت است و دیگر کار نکنیم، من فکر میکنم این پیامد خوبی داشتن نمیتواند. شاید این 150 نفر هم رقم نهایی نباشد، زیرا آن اخبار و اطلاع و بعضی معلوماتی که ما از مؤسسه‌های علمی، دانشگاه ها و دیگر جایها میرسند واقعا نگران کننده اند و آدم میشیند فکر میکند، اندیشه میکند و جای خیلی نگرانی هم است. چگونه یک انسان، چگونه یک نفری که او اندیشه دارد که عالی می شود، او گویا به سمت علم می رود و او میخواد که از طریق علم، از طریق دانش به جامعه خدمت کند، ولی در همین علم خیانت میکند. آنهایی که در علم، در دانش، در اثر، در نامزدی خیانت میکنن، حتما جای دیگه هم اشتباه میکنن، حتما جای دیگه موضوع رو سهل میگیرن. وقتی که با علم که یک چیزی خیلی مهم است این گونه مناسبت میکنن، آنها در دیگر ساحات چگونه میتوانند مناسبت داشته باشند؟ واقعا این یک جای خیلی نگرانی دارد و این موضوع رو ما باید خیلی جدی بیاموزیم و سرش جدی فکر کنیم. اگر شما تصور کنید 150 نفر بعد این عملشون از نهادهای علمی رفتن، از اداره و وزارت‌های کارخانه که اونها در هر جایی که کار میکنن، فعالیت میکنن، رفتن یا خستن دستو پیش بر گفتن ما عذر میخوایم که دست به چنین اعمال زدیم، تصور کنید این چگونه یک تربیه خوب، یک راه خوب، یک روش خوب برای دیگران میشوند که اونها میخوان به سمت علم بیان، به سمت دانش بیان. ولی اگر این موضوع رو گویم سرسرکی همین طور گذاریم رویم، دیگران میگن خب یک کاری آسان بوده است، از تن من دیگران مینویسند، روی بردار میکنم، این کارو میکنم و این همین خیلی آخرش فاجعه میشود. اگر ما بخوایم که علم رو از این چیزها رها کنیم، از خطرهای احتمالی آینده رها کنیم و اگر این شماره زیاد شده نرود،
این کار رو باید یک کاری باید بکنیم، یعنی یک تنبیه سزاوار، یک مجازات سزاوار به این عمل باید نشان بدیم و این عمل یک عکس العمل خوبی رو به اندیشه من میان جوانانی که عالم هستند، دانشمند هستند یا میخوان در سمت علم آینده بروند به وجود خواهد آورد. واقعا وقتی که شما میبینید با دیگر کشورها مقایسه میکنید، مثل ژاپن، سنگاپور، آمریکا، چین، این کشورها اگر انسان ها به این کار دست بزنند، آنها را از نهاد علم بیرون میکنند، دیگر به علم راه نمیدهند و با او دیگر مناسبتی در این زمینه ها صورت نمیگیرد و انسان وقتی که این مقایسه ها را میبیند واقعا احساس شرم میکند، احساس خودکامبینی میکند و میگوید که نخود که یک انسانی که دعوای علم میکند، اثر مینویسد، میخواد نامزد بشود و از این چیز افتخار کند، دست به این گونه اعمال بزند. همون گونه که لایق بزرگوار میگوید شرمشان بادا که من چون کودکی، شرمشان بادا که من چون کودک از بزرگی هایشان شرمیدم. بخوانیم تا سرفراز باشیم، بیاموزیم تا وارسته باشیم، به این چیز عمل کنیم و عالمان و دانشمندان واقعی باشیم، نه عالمان و دانشمندان اثردوست که هم به نام خود، هم به نام ملت، هم به نام کشور لطمه وارد کنیم و یک ملت خوب و شریف و تمدندار و تاریخدار رو بدنام کنیم. من این اندیشه شخصی من است، البته و دیگران میتوانند دیگر اندیشه داشته باشند. باقی خدا یار و یاورتان باد. سربلند و پیروز و کامگار بمانید.